تنها وقتی که بعدا نبیایی هم خوبه میشوی یا اینکه به استانبول هم میرود. به تربیه نشو. التماس درباره تربیه سخن مکن. من نمیفهمم این زن برای چی اینجا میآید؟ شاید به ما کارشون افتاده باشد. انسان با زن دویمش باید کمی مصرف کند. این احوال رو بینید. به عقلانه سخن نگو سوزن. من هیچگاه مثل حاضر با عقل نبودم. ما نباید از چیزی شرم داریم. سرتان رو خم نکنید. با فکرم شما خانم نیلگون هستید. من سوزن، همسر کمال. من اینجا برای التجا آمدم. گویم هم می شود برای آن که پسرم در بستر مرگ است. سلامتی مرد در خطر است. وقتی بسیار ندارد. فرزندم به کمک شما احتیاج دارد. شما دیوانه شدید. یک دقیقه نفهمیدم. شما خودتون چی گفتنتون رو میدونید؟ خوش آمدید. شما رو دیده خیلی خرسند شدم. مرحبا گذارید. سلامت باشید. پسرم برای چی تو اشتراک نداری؟ کمی پس میبرایم مادر. سوزن و بچه ها بسیار آمادگی خوب دیدند. کاش که پدرت هم این روزها رو میدید. راست میگوی مادر. اصلا این آیله دار شوی کار هر دوی شماست. میتونیم؟ با سرکردی کمو. خوش آمدید. ولی با مادرت گپ نیست. شاید تو او رو آرا داده باشی. شاید. بسیار دل رباید. بار دیگر همتان خوش آمدید. 23 سال قبل از این روز در طرف خانه‌ای که منظره زیبای ساحل را داشت، در تنهایی با جوانی خوشقد و قامت خوراک می‌خوردیم. آن وقت 22 ساله بودم و دانشگاه را نو ختم کرده بودم. من دیزاینر بودم و می‌خواستم تمام دنیا را سیر کنم و در دل جوانم هزارها آرزو داشتم. تا وقتی که جوانی خوشقد و قامت این انگشترین رو برآورده به من یک سوال داد. با من آیله دار میشوی سوزان؟ بار اول دلم و عقلم یک سخن رو میگفت. این جوانی خوشقد و قامت رو از دست نده سوزان. برای همین آن وقت نفس نگرفته داد زنان جوابم رو اظهار کردم. بله بله بله. خیریت که با تو آیله دار شدم. ببین صاحب 2 فرزند بهترین شدیم. حیات بهترین و زندگی خوش دارم. تو رو بسیار دوست می دارم. این طور باشد موسیقی و رقص.
کسی که عاشق باشد این نوا را باید هر سحر و بیگاه تماشا کند. بله. یاد داری که بار اول تحت همین سرود رقص کرده بودیم؟ با تو بسیار خوشبختم، بسیار. تو برای چی اینقدر غمگین هستی؟ یا اینکه کسی به رقص دعوت نکرده؟ اینجا بیا خواهر عزیزم. برای چی پدرم ناآمدن مادر؟ کار داشته است. زنگ زده بود. کارشون از من هم مهمتر است. پسرم این خیل نگو. هیچ گوه از پدرت نرنج. پدرت حتما به دیدار تو می آید. پدرت برای دیر کردنش عذر پرسید پسرم، لیکن بگو حتما می اومده است. وعده داد. حتی خوراک سپارش داده است. نبیاید، لازم نیست. او اصلا پدری من نیست. برای چی می آید؟